به تلفن همراهتان چقدر اعتیاد دارید؟ موپوفوبیا به معنی بروز استرس و اضطراب شدید به هنگام نداشتن آنتن و قطع تماس. قطع ارتباط با اینترنت، تمام شدن شارژ و باتری، از همه بدتر گذاشتن یا گم کردن تلفن همراه است. تحقیقات نشان داده که حدود 80% از مردم به اشتباه حس می‌کنند که گوشی آنها در جیب می‌لرزد و 30% به اشتباه حس می‌کنند که گوشی آنها زنگ می‌زند. 80% از افراد بین 18 تا 24 سال خود می‌خوابند و والدینی هم که تمایل بیشتری به استفاده از تلفن همراه دارند بیشتر در ارتباط با فرزندانشان دچار مشکل می‌شوند. به همه اینها بخش‌هایی از این بیماری فراگیر است. یک فرد عادی به طور معمول در شبانه روز حدود 110 بار گوشی خود را چک می‌کند، در حالی که فرد مبتلا به موپوفوبیا حدود 900 بار در شبانه روز این کار را می‌کند. اگر می‌خواهید از عمق پیشرفت بیماری مطلع شوید، باید بدانید که 95% از مردم ساعت قبل از خواب را مشغول پیامک زدن یا جستجو در اینترنت هستند. یا از هر 4 نفر 1 نفر به هنگام خواب گوشی خود را در حالت سکوت نمی‌گذارد، چون فکر می‌کنند زنگ می‌خورد. طبق تحقیقات صورت گرفته، از هر 2 نفر 1 نفر اگر نصف شب بدون هیچ دلیلی از خواب بیدار شود، اول به سراغ گوشی می‌رود و آن را چک می‌کند. موپوفوبیا زمانی رخ می‌دهد که فرد نسبت به از دست دادن گوشی خود دچار ترس شود و از آنجا که این ابزار در بردارنده اطلاعات شخصی از قبیل عکس و پیام و صوت و غیره است، انتشار عمومی از این موارد جای بسی نگرانی هم دارد. در حال حاضر مشخص شده که ترس و اضطراب ناشی از ارتباط رو در رو با شخص دیگر به دلیل استفاده بیش از حد از ابزارهای ارتباطی بسیار زیاد شده. حالتی از اضطراب سرانجام منجر به انزوا و افسردگی فرد می‌شود. اضطراب ناشی از شنیدن صدای زنگ نیز حالت دیگر از اضطراب است که باعث می‌شود فرد مرتبا به صفحه گوشی خود نگاه کند تا هیچ تماس یا پیام هشدار یا اتفاق تازه بر روی گوشی خود از دست ندهد. از نشانه‌های اعتیاد به تلفن همراه می‌تواند به استفاده مکرر از تلفن همراه برای از بین بردن حس ناراحتی، غم و اندوه و استرس نام برده‌اند. علائم مشخص این بیماری می‌تواند به اضطراب، تغییرات تنفسی، لرزش، تعریق، آشفتگی، سردرگمی، افزایش ضربات قلب اشاره گردد. علائم عاطفی این بیماری هم می‌تواند به افسردگی، وحشت، ترس، وابستگی، اعتماد به نفس پایین، لرزش و تنهایی اشاره کرد. حال برای اطمینان که احتمال ابتلای شما یکی از اطرافیانتان به موپوفوبیا چقدر آزمون زیر را انجام دهید تا میزان